سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به چنل نقطه سیاه خوش اومدید. میخواستم یه تشکر کنم بابت نگاه‌های زیباتون، حمایت‌های زیباتون و نظرات سازندتون بابت ویدیو قبل. و یه سری از دوستان داخل ویدیو قبل نظر دادن که صدای ویدیو کمه و یه سری مشکله و خواستم عذر بخوام بابت این موضوع و میخواستم بگم که داخل ویدیوی بعدیمون تلاش میکنم که خیلی بهتر از اون چیزی که تصور میکنیم باشه و بریم سراغ داستان جذاب امروزمون. به نام خدا. سلام، من مالک هستم و این یکی از خاطرات هستن که منه. یه شب پاییزی بود. ساعت نزدیک 11 شب بود و من و خانواده‌ام در خونه که داخل باغمون بود نشسته بودیم. مشغول تلویزیون و گوشی بودیم. یه دفعه سگم که نزدیک انباری بسته شده بود شروع به باز کردن و سر صدا کرد. چند باری با صدای بلند گفتیم ساکت شو، ساکت شو، ساکت شو. چند ثانیه گذشت. ناگهان سگم این بار دوباره صدای شبیه گرگ در بود. من و مادرم رفتیم روی سکوی خونه و سگم رو دیدیم که به سمت پایین باغ که تاریک و خوفناکه پارس میکرد. با خودمون گفتیم طبق معمول گربه یا حیوانی دیده، حساس شده. اومدیم داخل خونه ها نشستیم و مشغول بودیم. بعد از چند دقیقه دیدیم که صدای دویدن روی چیزی بود، چون برگ درختان ریخته بود و روی زمین پخش بود. هر که راه میرفت صداش میومد. از اونجایی که خونه در جای وسط باغ بود و ما کامل دید داشتیم به کل باغ. همه شوکه بودیم این چیه با این صدا و سرعت داره میره. هممون گفتیم این کار حیوان نیست، هرچه هست شبیه آدم یا حتی بزرگتر. من به پدرم چراغ قوه رو برداشتیم و از در اتاق اومدیم بیرون و رفتیم روی سکو. دیدیم منبع صدا از پشت خونه بود. وقتی روی سکو رسیدیم دیدم سگم داره زنجیرشو پاره میکنه و به سمت باغ که ترسناک و تاریک بود پارس میکنه و میخواد حمله کنه. به اون طرف انگار چیزی میدید که حس میکرد که ما نمیدیدیم. من و پدرم با چراغ دنبال منبع صدا رفتیم. با نور چراغ حرکت کردیم و به سمت صدا تا ته باغ. به خاطر تاریکی هیچی نمیدیدیم، فقط صدای دویدن و بدو بدو کردن میشنیدیم. دنبال صدا میگشتیم و میرفتیم و نمیرسیدیم به صدا، طور اینکه صدای افتادن چیزی توی درون آب شنیدیم. من بهتر و زودتر شنیدم صدا رو. این صدا برای چایی بود که ما در انتهای باغ حفر کرده بودیم و 3-4 متری عمق داشت. تا نصف آب بود و همانجا پدرم خسته شده بود و ایستاد. منم ایستادم، نفس میزدم، چون مسافت زیاد رو توی تاریکی بین شاخ و برگ طی کرده بودیم. گفتم که صدای آب اومده، هر چه بوده افتاد داخل چاه. کم کم با احتیاط رفتیم سمت چاه. به چند متری چاه که رسیدیم من جلو نرفتم. پیش خودم گفتم شاید اتفاقی بیفته، با هم داخل چاه نیفتیم. من 10 متر دورتر از چاه ایستادم، اطراف نگاه میکردم و پدرم رفت جلو با چراغ قوه نگاه کنه. منتظر بودم پدرم بگه یه چیزی افتاده تو چاه، احتمالاً حیوانی چیزی بوده. ولی با تعجب کامل پدرم میگه هیچی نیست. کل چاه رو با نور دیده و حتی ته باغ رو با چراغ قوه دیده، ولی هیچی نبوده. از استرس و تعجب بعد از اینکه چیزی نبوده به اطراف نگاه میکردم. ناگهان در سمت چپ من 10 متری دورتر از خودم موجودی دیدم که شوکه شدم. موجودی با صورت شبیه انسان، چشمانی سفید و ترسناک. زبونم نمیچرخید پدرم رو صدا بزنم که چی دیدم و چی شده. بعد از چند ثانیه فقط با کلمات بریده گفتم بابا بابا. بابا اومد سمتم گفت چی شده؟ با دست اشاره کردم و یه لحظه خودشم دید اون موجود رو. تعجب کرد و یکم جلوتر رفت و از اون موجود غیب شد و گفت توهم زدی؟ بعد گفتم صدای برگا توهمه؟ صدای افتادن چیزی توی چاه چی؟ این چیزی که خودتم دیدید چی؟ پدرم گفت خب هر چه هست کاری از دست ما بر نمیاد. برگشتیم داخل خونه که مادرم گفت چی شده؟ چی بود؟ ما شروع کردیم به توضیح دادن و که مادرم گفت مگه شما سمت پایین ته باغ رفتین؟ مگه پشت باغ نبودین؟ من و پدرم تعجب کردیم، گفتیم ما رفتیم پایین، همون سمتی که سگ سر صدا کرد. مادرم گفت نه، صدای راه رفتن و خشخش برگ از پشت خونه میومد. من فکر میکردم شما هستین، چون صدای راه رفتن و حرف میومد که ما موضوع رو گفتیم و مادرم میگفت هر چه بوده پشت خونه بوده، چون شما پایین هم رفتین صدای حرف زدن میومد و
فکر میکردم شما هستین. یکی از اتفاقاتی بود که داخل باغمون افتاد و هنوز که هنوز جواب برای این اتفاقات داخل باغمون پیدا نکردیم. خیلی ممنون که داستان قشنگ تو واسه ما ارسال کردی که واسه دوستان روایت کنی و دوستان لذت ببرن و امیدوارم که الان حالت خیلی بهتر از قبل باشه و اگر داستان ترسناکی در مورد این باغ داری یا شخصی خوشحال میشم واسه هم بفرستی. و دوستان اگه شما داستان ترسناکی دارید که دوست دارید اینجا روایت بشه میتونید از طریق ربات ناشناس تلگرامی که چنل تلگرامی من داخل دیسکریپشن هست از اونجا ارسال کنید و منتظر داستان جذابتون هستم، منتظر نظرات قشنگتون هستم و خیلی خوشحال میشم که حمایتمون کنید.